با سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوری‌علا هستم و در خدمت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو تقدیم شما میکنیم. خانم میرزادگی، اینطور که این عکس به من میگوید مثل اینکه شما قصد دارید وارد مبارزات انتخاباتی بشید. با سلام بر شما. نه، من خیلی آرزوم بود که سرزمینی داشتم که میتونستم برم در انتخابات شرکت کنم از هر کجای دنیا، ولی متاسفانه انتخابی که درش هیچ نوع نقشی ندارم فقط یک بازیه و من دوست ندارم در این بازی شرکت کنم. اما چیزی رو که امروز قصد دارم بگم در ارتباط با کاندیداها و میراث فرهنگی و میراث طبیعی که محیط زیست رو میره در داخل میراث طبیعی. بله، آقای موسوی از مدتها قبل رنگ سبز رو برای کمپین خودشون انتخاب کردن. البته همم تا حدود یک ماه و نیم پیش مسئله بر سر این بود که ایشون چون عمامه ندارن، عبا ندارند و مثل که مدتها پیشم آقای خاتمی شال سبزی هم در یه مراسم انداختن رو گردنشون. به هر حال از اونجایی که این شال سبز نشانه سید بودن و از سادات بودنه، خب قرار بر این بود که همه فکر کنن که ایشون به این دلیله که یعنی جبران نداشتن عمامه سیاه و عبا و اینها رو با این سبز بودن کردن. در این حال به نظر می آمد اینجوری، من اینجوری فکر میکردم که نکنه اینها میخوان برای اینکه چون همیشه همه این کاندیداهای ما یه ویترین بیرونی هم دارن که با این ویترین بیرونیشون میخوان بگن که ما، این آقای موسوی میخوان بگن که من طرفدار محیط زیست هستم. اما هیچ خبری از محیط زیست نشد تا 6 اردیبهشت که خبرنگار پرس نیوز از ایشون پرسید که خب برنامه‌تون راجع به محیط زیست چیه؟ فکر میکنم این خبرنگار هم یا واقعا میدونست یا مثل من فکر میکرد که نکنه ایشون قصدشون اینه که با این رنگ سبز اعلام بکنن که طرفداران محیط زیست هستن. ایشون عکس العمل نشون نمیدن، میگن منومن میکنن و بالاخره میگن به زودی من اعلام میکنم و ظرف 3 هفته یه بیانیه دادن که در اون بیانیه گفته بود که محیط زیست هم جزو مسائل حقوق بشره و من حتما دنبالش رو میگیرم و چنان و چنین میکنم. که البته ما میدونیم که تا اونجایی که من یادم میاد هیچ انتخاباتی این همه که این کاندیداها وعده دادن، به خصوص آقای موسوی این همه وعده دادن به مردم، من ندیده بودم و چگونه میتونن این وعده ها رو عمل کنن اون بماند که من در ارتباط با مسئله کنوانسیون زنها هم گفتم که شما از ایشون میخواین کنوانسیون زنان رو ببرن به مجلس، قادر نخواهند بود، برای اینکه قوانین جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست که بتونن کنوانسیون رو به طور کلی بپذیرن و یک پسوند با موازین اسلامی بهش اضافه کردن آقای کروبی و گفتن که با موازین اسلامی اون رو میبرن به
به مجلس دوباره، چون در مجلس ششم بوده. به هر حال در مورد محیط زیست خوشبختانه احتیاج نبوده که دیگه موازین اسلامی بهش بچسبونن ولی گفتن باشه من یه کاری میکنم. و البته آقای کروبی یکم معقولتر عمل کردن، گفتن که این نمیشه که ما یهو همه چیزو بتونیم عوض کنیم، چون واقعا تخریبی که در مورد میراث طبیعی و محیط زیست ما شده اصلا سابقه نداره، یه چیز عجیب و غریبیه و یه لیست مفصلی هست که من اگر فرصتی شد اون لیست رو میخونم که فقط یه بخش کوچکی از اون چی که در سال گذشته به سر میراث طبیعی ما و محیط زیست ما اومده در اون هست. آقای کروبی گفتن که ما باید از مردم کمک بگیریم، کارایی بکنیم، ولی به هر حال ایشون هم یه وعده هایی دادن. اون چه که مسلمه وقتی که آدم این بعد از این ماجرای 6 اردیبهشت و 28 اردیبهشت به بعد که ایشون گفتن در مورد محیط زیست تصمیم میگیریم، یهو ما دیدیم که همین عکسی که میبینین این خانومی که یه گل سبز رنگ شده دستشو سر و کلهشو با سبز پوشونده و اینا و داره فریاد میزنه برای آقای موسوی، در واقع خواستن یا اینها هم واقعا نمیدونن نمیخونن این مسائلو، یا اینکه به هر حال میخوان به مردم بگن که محیط زیست، یا میخوان که کمپین آقای موسوی میخواد این توجه رو به عنوان محیط زیست جلب بکنه. ولی من بد نیست که مختصری رو از این اونچه که بر سر محیط زیست ما اومده در ظرف این 1 سال گذشته، من یه چند تاشو فقط بگم که ببینید آیا چه کسی قدرت داره که بتونه این فجایع محیط زیست رو، که محیط زیست دقیقاً یک مسئله با حیات مردم سر کار داشتنه، یعنی زندگی مردم رو در خطر میندازه، یعنی مرگ تدریجی برای مردم میاره و اینا چیزاییه که مردم ما آموزش ندیدن که بدونن که وقتی میگن آلودگی هوا درست مثل این که بهشون یه سرم مرگ بزنن تو نفسشون بدن، یا وقتی یه تالابی از بین میره. به هر حال چیزها به این شکل که چیزهایی که بوده، این بخش کوچک، ورود نفت به زاینده رود، بگذاریم از اینکه خشکشم کردن، پارک های ملی رو از بین بردند برای اینکه مرتب این تراکتورها رو میندازن اونجا و از چوب و درخت ها اینا استفاده میکنن. آلودگی شدید هوای اهواز، تخریب کوه سیاه مجاور تالاب گاوخونی، قطع صدها درخت کهنسال، آلودگی مرگاور هوای تهران، آلودگی شدید رودخانه‌های داخلی در اثر ورود فاضلاب و پساب صنایع که در واقع تبدیل شده به قتلگاه حیوانات و پرندگان و اینا، مرگ هزاران لاک‌پشت در دریاچه پریشان، اصلا از بین رفتن خود دریاچه پریشان، آتش زدن نیزارها توسط وزارت راه، یعنی اون محبته رو اصلا داغون کردن، تخریب جنگل‌هایی مثل پارک ملی گلستان به بهانه بزرگراه، در معرض نابودی قرار دادن اکوسیستم دریاچه ارومیه، فرونشست زمین در منطقه همدان، اعلام نظر کارشناسان و من اصلا انقدر زیاده آقای نوری‌الله که نمیشه گفت. فقط یک چیزی رو که یکی از کارشناسان بسیار مهم گفته، اون میگه که ایران در آمارهای جهانیش در واقع در فرسایش خاک اول شده و یعنی این اولیه که در واقع یعنی در جنایت بشری اول شده، برای اینکه فرسایش خاک به معنی نابودی تمام محیط زیست به مرور و نابودی، مرگ تدریجی انسان، گیاه
و همه جاندارهای موجود که این خودش وحشتناکه. حالا آقایان موسوی با این گل سبزی که دست این خانم دادن چه کاری میتونن بکنن؟ اینها اگر کوچکترین توجهی به این مسائل داشتن طی تمام این سالهای گذشته، یک کدومشون در جاهایی که بودن یه اعتراضی هم میکردن به محیط زیست، هیچ ما صدایی از محیط زیست نشنیدیم از اینا. و در این حال اگر درکی داشتن از مسئله محیط زیست به طور قطع این مسئله رو میگفتن مثلا ما بسیج عموم ملی میدیم. یعنی واقعا برای اینکه بشه وضعیت محیط زیست رو در ایران درست کرد فقط با یک بسیج ملی، کاری که مثلا یک اتفاق هراسانگیز در یه جایی میفته، طوفان میاد شهری رو خراب میکنه یا مملکتی رو در خطر میندازه، زلزله میاد، یه همچین کارها در فرنگستون اصلا حتی ارتش رو راه میندازن به عنوان اینکه برن و کاری بکنن و جز با بسیج ملی هیچ راهی وجود نداره. و این آقایان اون چیزی رو که گفتن فقط تظاهر به انجامه. آقای احمدی نژاد هم صحبتی کرده راجع به محیط زیست. آقای احمدی نژاد چون این لیستی که شما دادین از زیر سر ایشونه دیگه. آقای احمدی نژاد خودشون در واقع 2 معاون داشتن، یه معاون محیط زیست، یه معاون میراث فرهنگی. هر دوتا کاری کردن ظرف این 4 سال با حمایت و پشتیبانی آقای احمدی نژاد که به طور قطع در تاریخ سابقه نداره که 2 معاون رئیس جمهور بیان و دست به این تخریب گسترده در سراسر سرزمینمون در ارتباط با محیط طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی بزن. اما مسئله میراث فرهنگی آقای نوری‌علا خیلی جالبه. یعنی این که ببخشید شما قبل از اینکه وارد بحث میراث فرهنگی شید تا تو محیط زیست هستیم، من این نکته کوچیک رو خاطر نشان بکنم که بزرگترین خطر زیست محیطی این نیروگاه‌های اتمیه که میخوان به وجود بیارن. حتی صلح‌آمیزش من به بمب اتمیش کاری ندارم. یعنی وقتی فکر میکنم که همون تکنولوژی عقب مونده روسیه چرنوبیل رو آوردن تو ایران پیاده کردن، حالا چه جوری که چند بارم حتی این گنبداشو زلزله ترک انداخته، چه فاجعه زیست محیطی برای کل منطقه در راه تن آدم میلرزه. بله. و علاوه بر اون آقای نوری‌علا حتی تهران رو اینا در حصار یه سری کارخونه ها گذاشتن، یعنی دورش یک سری کارخونه است و این درست مثل این که درون یک پیاله قرار بگیره و همینطور دودو میدن و مواد شیمیایی رو میدن به خورد مردم. و جالب اینه که ما یک اصلا گزارشی داشتیم در این مورد توی سایت سیف پاسارگاد منتشر شد. این کارخونه ها برای اینکه بتونن از برق کمتر استفاده کنن، از سوخت کمتر استفاده کنن، فیلتراشون رو بر میدارن و شب که میشه این دودو میفرستن به سراغ مردم. اصلا یه چیز هراسانگیزیه. و اینها بسیاری از این کارخونه ها یا دولتی هن یا همراه با دولت هستن و به طور قطع دولت این رو میدونه و در واقع خواب که آرامش باید بیاره، خواب که سلامت انسان رو زیاد کنه، در موقعی که مردم خواب هستن به خوردشون مواد شیمیایی کشنده رو میدن. در ارتباط با میراث فرهنگی وضع فرق میکنه. یعنی این که آقایان که ظرف این مدت همطور که گفتم هر چی که دلشون خواسته دروغ گفتن، برای اینکه بسیاری میگم دروغ، من تهمت نمیزنم، دلیل دارم. یعنی وقتی که چیزی رو کسی میگه و میدونه امکان به وجود اومدنش نیست، خب داره دروغ میگه. چون مردم عادی نیستن که ندونن که مثلا بله حقوق زنها رو ما رعایت میکنیم. خب در قانون اساسی وقتی نیست، آقای
کاندیداها، آقایان کاندیداها، اینها حتی اگه حسن نیت هم داشته باشن این رو میدونن که امکانش وجود نداره مگر قوانین جمهوری اسلامی عوض بشه، اما این وعده ها رو میدن. تنها چیزی رو که شما متوجه شدید، تنها چیزی رو که هیچ کدوم از کاندیداها اسمشو نیاوردن، اسم میراث فرهنگیه. البته آقای کاندیدای هنردوست آقای موسوی مرتب هی میگه فرهنگ فرهنگ، ولی وقتی میخواد صحبت کنه مثلا میگه موسیقی ایرانی باید به اصل خودش برگرده، یعنی بشه تعزیه حتما. و من نمیدونم این چه فرهنگیه، هنرمندان چگونه بعضی ها آمدن از اینها حمایت کردن و حتی از اینا نخواستن که توجه کنن به این مسئله. یعنی در تمام این مدت اینا مرتب از آقای به درستی، نه به غلط، به درستی آقای احمدی نژاد و متهم میکنن که در ارتباط با جوانها چه لطمه هایی زده، در ارتباط با دانشگاه ها چه لطمه هایی زده، در ارتباط با زنان، در ارتباط با اقتصاد، در ارتباط با روابط خارجی، در هر موردی که شما فکر کنید این کاندیداها گفتن آقای احمدی نژاد این کارو کردن، اون کارو کردن. کار به جایی رسیده که حتی برخیشون عقب‌تر از آقای احمدی نژاد هم رفتن و ایراد گرفتن به مثلا مسئله انقلاب فرهنگی که در واقع به دستور خود آیت الله خمینی بوده، حتی جرأت کردن که اون رو رد کنن، اما هیچ کدوم راجع به میراث فرهنگی یک کلمه حرف نزدن. یعنی این آقایون کاندیداها خواب بودن ببینن که چگونه مثلا بیستون که در واقع اینها که اینقدر دلبری دارن از کشورهای خارجی میکنن برای اینکه کاندیدا در دوران انتخاباتشون، خواب بودن ببینن بیستون که در واقع به ثبت جهانی رسیده با کارخونه های پتروشیمی که اطرافش گذاشتن چه جنجالی راه افتاد و چگونه اعتراض شد بهش. اینا رام هرمز رو نمیدونن که تو همه جهان صدا کرد که این چه گنجینه هایی در اومده بیرون و غارت کردن این گنجینه ها رو. هیچ کدوم ندونن دیگه. خواجه حافظ شیرازی هم ماجرای قبر کوروش کبیر و دریاچه همین دارم الان اینا رو میگم که حالا من میگم من از جای شروع کردم که اینا نگن که مثل آقای ولی فقیه نگن که این ها از جباران تاریخن، شاهان همه شاهان تاریخ ایران رو بگن از جباران، انگار در اون موقع جمهوری وجود داشته یا اصلا اسلام وجود داشته. و آرامگاه کوروش به چه روزی افتاده؟ تنگه بلاغی رو نشنیدن که آب انداختن روش و بزرگترین، واقعا یکی از بزرگترین و ارزشمندترین مناطق تاریخی ما رو به آب بستن. نمیبینن اصفهان رو، نمیبینن اصفهان که میگن بابا دیگه نشانه های اسلام درش هست، دارن بیداد کردن، تمام تاریخ اصفهان رو دارن از بین میبرن. صدا اینها نشنیدن، به گوششون نرسید که دوتا دکل زدن این طرف اون طرف آرامگاه فردوسی که جهانی نره به ثبت جهانی. ندیدن که مجسمه جمشید و غار آدم که جزو پیامبرانشونه یا در اول جزو اونا بوده بعد آدم شد بعد اونها رو چرا توجه بهش نکردن؟ دشت مغانو چرا توجه نکردن؟ نشنیدن چغا زنبیل، اون انفجارهایی که شرکت نفت کرد، اگر صدای یونسکو و جهانیان در نمی اومد چغا زنبیل با خاک یکسان می شد و چقدر باید بگم. برین یک لیست
3-4 هزار تخریبی رو در سایت سیف پاسارگاد ببینید. آیا این آقایون تو اون مملکت نبودن؟ ندیدن اینها رو؟ به گوششون نخورد؟ اینها که هر حرکت احمدی نژاد و روش خط قرمز کشیدن، چطور چنین حرکتی رو نکشیدن؟ نکنه اینها هم از آقای رحیم مشایی میترسن یا میدونن چون آقای رحیم مشایی مورد توجه خاص رهبره کاری باهاش نداشتن، اسمی هم از این تخریب ها نگفتن؟ چطور این کاندیداها همه چیز رو موشکافی کردن ولی به این مسئله که رسیدن، حتی نیمبند هم در ارتباط با محیط زیست گفتن ولی در این ارتباط صداشون در نیامده. شما چی فکر میکنین آقای نوری‌علا؟ آیا اون خط قرمز 100% خط قرمز در مورد میراث فرهنگی ایران، به خصوص میراث فرهنگی قبل از اسلام ما، چنان قرمزه که کسی جرئت نمیکنه پاشو اون خط بزنه؟ کسی جرئت نمیکنه راجع به میراث فرهنگی بگه، برای اینکه هم آیت الله خمینی از جباران گفت، هم رفتن تخت جمشید رو ویران بکنن، هم آیت الله خامنه ای نام جباران تاریخ رو به میراث فرهنگی ما چسبوندن. میدونین اگر این خط قرمز نبود چرا آقایون که بلند میشن میرن شیراز سر قبر نمیدونم فلان کسک و بهمان کسک و میرن میشینن فاتحه میخونن، نمیتونستن فاتحه نخونن چون قبل از اسلام، چون اونا مسلمون نبودن برایشون برن فاتحه بخونن در تخت جمشید و سر خاک کوروش. اسکندر وقتی که حمله کرد به ایران آمد رفت زانو زد جلوی آرامگاه کوروش. شرم کنید، اسکندر که ویران کرد همه جا رو، جلوی آرامگاه کوروش که رسید زانو زد. شماها کاندیداهای ریاست جمهوری ایران هستید، چگونه خجالت نمی کشید که میرید به شیراز در برنامه تظاهرات دارید و راه نمیافتید برید یک گشتی بزنید، از دور یه نگاهی بکنید، یه دستی تکون بدید؟ جز این که وقتی شما نمیتونید از یک چنین خط قرمزی بگذرید که این خط قرمز میتونه میلیون ها آدمی رو که تو ایران هستند همشون توجه دارن به فرهنگ خودشون، میتونه اونها رو خوشحال کنه، چگونه دارین به مردم قول دروغ میدین که از خط قرمزهای دیگر آیت الله خامنه ای، آیت الله خمینی و دیگرانی که در شورای تشخیص مصلحت نشستند، چگونه میخواین فردا بگذارید؟ چرا راست به مردم نمیگید؟ به هر حال من فکر کنم بین این کاندیداها تنها کسی که رفت به تخت جمشید این آقای احمدی نژاد بود که رفت لای ستون‌ها وایساد، سلام کرد و عکس گرفت، ولی داشتش میرفتش که سد سیوند رو آبگیری کنه. اصلا رفت اونجا که بگه که من اومدم، یه عینک دودیم زد، بگه که منم که آمدم بزنم همه این چیزها رو نابود کنم. و اگر که قرار نبود بره سد سیبند رو آبگیری کنه، به طور قطع اون هم اجازه نداشت سر بزنه به اون طرف ها. اینها میرن اونجا، میرن سر قبر در شاه چراغ رو میبینن، خب خیلی هم خوبه، میرن میبینن، زیارت میکنن، میرن میبوسن، زانو میزنن، هر کاری دلشون میخواد بکنن. ولی چه عیبی داشت واقعا؟ آخه چطور کسانی که به این آدم ها رأی میدن ایرانی هن؟ اگرم میخوان رأی بدن چرا نمیرن توی تظاهراتشون ازشون بخوان؟ یا شاید اونها هم نگران خط قرمز هستن. به هر حال من
فقط این وسط در واقع از مردمان عادی که ناآگاه نگاه داشته شدن هیچ انتظاری نیست. ولی من واقعا دلم میسوزه وقتی که میگن فلان نویسنده، فلان شاعر، فلان فیلمساز آمده رفته از فلان کاندیدا حمایت میکنه. اینها چه هنرمندان و نویسندگان و فیلمسازان و چی هستن؟ از کجا آمدن که نمیدونن، نمیفهمن که کسی که میخواد رئیس جمهور سرزمینشون بشه حداقل کاری رو که باید بکنه باید احترام به فرهنگشون باشه، به فرهنگ ایرانیشون باشه، مگر این که اونها هم یعنی گذشتن از خیر فرهنگ ایرانی و دنبال فرهنگ اسلامی فقط افتادن. نمیدونم، دلم میسوزه از این که حتی رئیس جمهور آمریکا از فرهنگ ما حرف میزنه، برای عید نوروز تحسین میکنه و میگه جهان از فرهنگ ایرانی آموخت. و متاسفم برای اون هنرمندان و اون نویسندگان و اون مردمانی که بدون چنین خواستی فقط دنبال این هستن که فلان کسک 1 درجه از آقای احمدی نژاد بهتره و برای اون 1 درجه پاشونو میذارن روی فرهنگ یک سرزمینی، فرهنگی که باید تنها چیزی که ما داریم و باید بهش افتخار بکنیم، غیر از اون هیچ چیز نداریم. به هر حال امیدوارم که هر چی که پیش میره به نفع مردم باشه و امیدوارم که روزی مردمان به اون آگاهی برسن که بایستن و اون چیزی رو که حق واقعیشونه بخوان و به دست بیارن.